7 زمانی که باید ساکت بمونی به هر قیمتی که شده. مورد آخر خیلی مهمتره. این پست رو ذخیره کن، به دردت میخوره، برای بهترین هایت هم ارسال کن. 1 زمان عصبانیت. ساکت بمون. عصبانیت حالتیه که زبونت سریعتر از عقلت کار میکنه. 2 زمانی که کسی با تو درد دل میکند. گاهی افراد فقط نیاز دارند کسی به آنها گوش دهد، نه اینکه نصیحت بشنوند. 3 اگه با حرفات ممکنه به کسی توهین بشه، ساکت بمون. همیشه یه راه بهتر برای حل مشکلات هست. 4 زمانی که اطلاعات کامل نداری. صحبت کردن بدون آگاهی ممکن است باعث گمراهی یا سوء برداشت شود. 5 وقتی از احساساتت مطمئن نیستی، ساکت بمون. گاهی وقتا فکر کردن نیاز به سکوت داره. 6 زمانی که با افراد منفی برخورد میکنی. پاسخ دادن به آنها انرژی زیادی میطلبد و بهتر است انرژیات را برای چیزهای مثبت نگه داری. 7 بدون داد زدن نمیتونی حرف بزنی، ساکت بمون. 8 پیچ منو فالو کن، چون بهت یاد میدم که چجوری زندگی بهتر داشته باشی.